الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ما أعطى وله ما أخذ فلنصبر ولنحتسب. برادران اهل اسلام، برادران گرامی، مسلمانان عزیز، امروز طوری که به همه شما معلوم و روشن است 21 ذوالقعده که موافق به 16 سپتامبر است، ما در یک جایگی پدر بزرگی مرا گسل کرده ایستادیم. انا لله و انا الیه راجعون. البته ما همه از آن الله هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم فرموده است: ان لله ما اعطا. الله به شما چی که داده است و از آن خودش است. وله ما اخذ. و چی را که میگیرد نیز از آن اوست. وظیفه ما بندگان از چه عبارت است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم فرموده است: ولنصبر. ما باید صبر کنیم، صبری به شکایت، صبری که در وی یگان ذره نشانی ناریزاگی در برابر قدر الله نباشد. وقتی که ما صبری لازمی کردیم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که ولنحتسب. از الله انا همون وقت امید ثواب کردن در کار. برادران اهل اسلام، پدر من از اهل سنت و جماعت کمی باشد هم در مجلس مشایخ نشست و از مشایخ طوری از دنیا رحلت کردن را و چگونه یعنی مراسم را گذرانیدن را از مشایخ پرسید، برای خاطر تصدیق کردن سخن من و برای خاطر آنکه مبادا یگان سخن زیادتی نشود، گرچنده که این مخالفی عرف باشد، عادت باشد هم. و در وصیتشان الحمدلله 3 روز پیش دریافت کردم، صحبت کردیم و گفتند که طبق نشانداد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرا خودت جنازه کرده مراسم را میگذرانی. این وصیت پدرم است. برادران اهل اسلام، بارک الله فیکم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کدام انسانی که در نماز جنازه اشتراک کند 1 قیراط میگیرد، اگر مرده را گسل کند تا قبرستان 2 قیراط میگیرد. و گفتند که قیراط حجمش چقدر است؟ گفتند که برابر کوه احد. از حاجی ها میپرسید کوه احد چگونه احد است. بنابراین برادران اهل اسلام، کل نفس ذائقة الموت، همون قرآنی که ما و شما میخوانیم بارک الله فیکم، در آنجا گفته است که هر یک صاحب نفس باید که مزه و لذت مرگ را چشیدنش در کار بوده است. وظیفه ما صبر کردن است. بارک الله فیکم. ما فرزندان و دیگر اقارب در حضور پدر، یعنی از پدر واقعا راضی هستیم که ما را چنین میتونستگی تربیت کرد، به وایه رسانید. الحمدلله از همه دولت بزرگ آن است که از پدر گرفتم این طلب علم کردن است. و مدتی 7 سال در نزد شیخ بزرگ شیخ محمد ابن ابراهیم المصری الاثری حفظه الله تعالی. و پدر از ما راضی است الحمدلله. در یک جایگی با شما دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی نیز از پدرم راضی باشد و از شما
و از گذشتگان شما نیز الله سبحانه و تعالی راضی باشد. بنابراین بارک الله فیکم خالصانه نیت کنید، انشاءالله نماز جنازه را میخوانیم و پدر بزرگ مرا یعنی غسل میکنیم باذن الله حق سبحانه و تعالی. بارک الله فیکم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.